ای اسبه ای خره نوشته پسری که اینجوری سپرایزت کنه ازت چی میخواد؟ سلامتی. چی میتونه بخواد ازت غیر از سلامتی؟ رفتم مغازه انرژیزا بگیرم، گفت 120 تومن. گفتم نمیخوام. گفت چرا؟ گفتم 120 تومن تو جیبم باشه بیشتر انرژی میگیرم. سیستم هواپیمای ایران خیلی قدیمیه. نگاه کن ببینید شارژر سوزنی میخوره این هواپیما. من حاضر شدم الان دیگه برم بدم. ببین دختر خوب، من میدونم تو واسه فالوور این کارا رو میکنی، ولی یه سوالی ازت دارم. به منم میدی؟ یعنی من از این گربه خیلی میترسم، یه وقت سمت من نیاد. نه گربه سمت سگ نمیاد.